شهرزاد میگم ببین چه قشنگ اندازم شد. فقط باید بدیم سعیده خانم کمی گوشه‌هاشو درست کنه دیگه خوب میشه. آره اندازته. میگم این دوتا هم که آوردم فقط به خاطر این بود که بگم چقدر قشنگن، نه اینکه بگم مال من باشه. یه جور دل آدم آب میکنن. قربونتون برم شما دوتا انقدر قشنگین. براشون داره اگه دوست داری. واقعا؟ مال من؟ آره مال تو. میگم ما اصلا من خر درازگوش، ولی توی وقت قصه نخوری فهمیدی فرهاد آقا هاشمینا داره زن میگیره ها. اصلا هم بهتر. چی؟ هیچی. من هیچی نگفتم. میتونم هیچی نگفتم. وای کاش خفه میشدم نمیگفتم. اصلا میترو شاید همجوری دروغ گفته نه؟ سیمی گوش کن به من. هیچ وقت به هیچ چیز و هیچ کس تو زندگی تکیه نکن جز خودت. خب منتظر نباش هیچ کس کنارت وایسه دستتو بگیره. میفهمی؟ هیچ وقت. به به سینشین خانوما خلوت کردیم با هم دیگه. چه خبره؟ بگو ما بدونیم. چیه؟ تو چه برگرداش؟ شام حاضر و ما نامحرم دیگه. چه خبره؟ چی شده؟ هیچ. شهرزاد داشت میگفت هیچ وقت فالگوش وای نسته آبجی. خیلی کار زشتیه. من نمیدونم از کی حالا پیازم قاطی میوه شده. پر رو خانوم جفتشون لنگه همن. یعنی هر کی با شما اون شب تو حبس بود اعدامش کردن؟ آره همشون. هیچکی نبود چه میدونم قیصر در بره مغول بیاد از ترسش اسم 4 تا رفیقشو بگه و خلاص؟ نه همشون مثل یه مرد واقعی رفتن پای جوخه اعدام. آخه چطور ممکنه؟ پای مرگ که در میون باشه آدم از برادر خودش هم نمیگذره، چه برسه به رفیق؟ مگه همین قابیل نبود هابیلو کشت؟ البته اون داستان فرق داره. قابیل به خاطر ترس از مرگ نبود که هابیلو کشت. بالاخره کشت برادرشو دیگه نکشت. آره آدم ترسو یا میکشه یا لو میده یا به قول شما وا میده. اما تو بعضی آدما ایمان حس قوی تری نسبت به ترس از مرگ یا هر ترسی اصولا. همیشه هم قوی تر نیست اصولا. من کسایی رو میشناسم که بوی مرگ به مشامشون بخوره وا میدن، همه چی رو میگن خلاص. نمیدونم این که آدم به خاطر ترس از مرگ کسی رو لو بده من خیلی نمیفهمم. خالدی میخوری؟ دیر نیست؟
من میچسبه. سلام آقا. یه 2 تا فاریده لطفا. بفهم. ممنون. ممکنه نفهمین ولی نگین که نمیشناسین همچین آدمایی رو. آخه خب واقعا نمیشناسم. البته چرا؟ میشناسم. خیلی مردم این شهر. خیلی از این آدمایی که توی این خونه ها، پشت این پنجره ها، زیر چراغ نور مهتابیشون با خیال آسوده نشستن و دارن میخورن، میخوابن و زندگی میکنن. مگه نبود درود بر مصدق سر صبحشون به غروب نکشیده شد؟ مرگ بر مصدق. پریشونتون کردم، ببخشید. آقا اشکالی نداره. شما آبلیمو میکنم. آقای ذره. امروز میخواستم یه حرفی بهتون بزنم ولی خب نشد. حالا شاید یه وقتی یه فردایی پس فردایی. آخه حرف باید خودش بیاد رو زبون آدم، نه اینکه من سطر بندازم بکشمش بالا. سطر بندازین به کجا یعنی؟ به شاه دلم. شما شعر گفتن براتون راحته ها، همینطوری راست راه میرین نقل یومیتون میشه شعر. شما به نظر میذاره نگران میرسی؟ نه. چرا راستشو بخواین دیرمه. میدونی که پدرم منتظرمه. من برم با اجازه. وقتی این موقع شب بزید من برسونم. نه رام نزدیک، ممنون. مردمی که میشناسیم. با همین جماعت لقلقه باز. جماعت لقلقه باز. خداحافظ. قرار بعدیمون نمیدونم، به وقتش که بشه. فردایی، پس فردایی. یه چیزی رو میخوام بدونه، اینکه هر اتفاقی که بیفته اون شعرهایی که براتون گفتم از ته چای دارم. خداحافظ. خداحافظ. زمین چیزی نکشم بیا ببینم دست در سبزی خوردن رو میزنم شرز کن بفرم. قیمه نمیخوردی شما؟ نه آقا بفرمایید غذای رژیمی. دست شما درد نکنه بطول خانم، زحمت کشیدین. نوش جونت. خانم با من امری نداری؟ دست درد نکنه، خسته نباشی. با اجازه. بیا. میگم کاش صبر میکردیم یا آقا قبادم میامد. نه ما رو بگو چه صابونی به دلمون زده بودیم امشب یه اختلاطی با این باجناقمون بکنیم. گفتم که عذرخواهی کرد، نمیاد. باز بگو مشغله ادارجاتی بده. ساعت کار دارن ادارجاتی‌ها، سر یه ساعتی میرن سر یه ساعتی هم برمیگردن. شهرزاد خانم آقا جونتون خیلی خاطرتون رو میخواد که امشب قبول کرد بیاد بیرون از خونه. راستی آقا جون بعد مرجیتون این اولین جایی که اومدین. بله. ما که قابل نبودیم آقا جون قدم رو تخم چشمون بذارن اول تشریف بیارن خونه ما. ای آقا هوشنگ، ما که قابل بودیم که این دومین بارش باشه. همیرا به ساسان غذا بده. برس ببرش. آقا چرا بازی میکنیم با غذاتون؟ خانم یکم برنج و یه خود قیمه بادمجون به من بده. ایوا خدا مرگم بده آقا جون. دیگه چی؟ ایوا میخوای خودتو بکشتم بدی؟ آقا جون هم حق داره، دستپخت بتول خانم حرف نداره. وا کجاش خوبه؟ خانم یکم قرمه بادمجون بده. ایوا آقا جون چی شد؟ شهرزاد چیه؟ ماما ببین چی شد. شهرزاد جان الهی قربونت برم، بهتره یه چند وقتی بیای پیش ما باشی. زلا نیست اینجا تنها بمونی. بعدون خانم یه آبغن براش درست کن. خانم چیزی نیست ماما، طبیعیه دیگه برای زن حامله. من یادت نیست چه حالی بودم؟ آبجی جون حالت خوبه؟ چیزی لازم نداری؟ برو یه آبغن بیار سیمین، زود باش بدو. نکنه سردیش کرده بچه. نه ماما نگران نباش، ماما همین حالشه دیگه. شهرزاد جان چیزی نیست، خوبم من، الان میام. این آبغن چی شد پس بعدون خانم؟ بله اومدم.
همش امید فرزند بود که خورشید چهره برومند بود. سسام نریمان همون بار داشت که بارز گران تن. سلام داداش. سلام. نصف شبی تو عیاد چی کار می‌کنی؟ دارم درس میخونم. فردا امتحان دارم ادبیات فارسی. سوالی داشتی بپرس. چشم، فعلا که دارم شعر حفظ میکنم. حفظ نکن، سعی کن بفهمی. واسه روزایی که هیچ چیز جز شعر آرومت نمیکنه. چشم. داداش. جونم. گوشه شیطون کرد یه چند وقتی حس میکنم سرحال‌تر شدی. شاید. شب خوش. شب خوش. آقا جون، شما اینجا چی کار میکنی؟ منتظرت بودم تا بیایی. خب چرا اینطوری تو تاریکی؟ میترا نگفت اینجایی؟ نخواستم کسی بفهمه، نه میترا نه مادرت. نکنه برای شهرزاد. خب پس چی شد آقا جون؟ تو میدونی اون دختری که میخوای باش وصلت کنی کیه؟ اسمش چی بود؟ رویا. رویا نه، آذر گلدره‌ای، زن یدی گلدره‌ای، همونی که به جرم قتلش تا پای اعدام رفتی. چی داری میگی آقا جون؟ البته قبل یدی زن یاقو معلمه بوده که با چپیا میپریده. همون قطارش میگفتن زیر شکنجه مرده. حالا اینکه چرا بعد آقا معلمه زن آدم لات و لنپن شده الله اعلم. آخه بیوه یدی بیاد منو پیدا کنه که چی؟ که انتقام خون شوهرشو بگیره. اون شاعره است، شعر میگه. چند تا شعراش تو نشریه خودمون چاپ کردیم. شعر میگه؟ از کجا معلوم شعرهایی که میگه مال خودش باشه؟ به کادون زدی فرهاد. خب وقتشه، برو. خیالم راحت بشه دیگه. از چی؟ شر و شور بپا نکنی، با آرامش. برم بگم دستت درد نکنه که مزاحم زن ما شدی؟ گفتم با آرامش. اسم چی یادته؟ قیافه نستش یادم. خیلی خوب، باید با آرامش. تو چیکار میکنی؟ فقط میمونی یا میری؟ برم یا باشه؟ باشه، خیالم راحت تره. هستم. شروع کرد به بارش شدید بارون، در حدی که
آره واقعا در حدی که من فکر کنم الان سیل میاد، الان رودا میان بالا، همه چی قاطی میشه، ما اون زیر خفه میشیم. حالا من مونده بودم که باید برم زیر آب منتظر باشم تا بارون قطع شه یا بیام روی آب. میومدم روی آب، بارون نمیذاشت بیام آب بیرون، میرفتم زیر آب داشتم خفه میشدم. حالا واقعا شما آقای محتدی خاطراتتون تمامی نداره. حالا جالبه، من تصمیم گرفتم که زیر آب بمونم. دیدم 1 دقیقه شد، 2 دقیقه شد، 3 دقیقه شد، 4 دقیقه شد، 5 دقیقه شد. باورت نمیشه اومدم بیرون دیدم 45 دقیقه گذشته. بذار من با اجازهتون یه سر برم و برگردم. خواهش میکنم راحت بشید. آقا سلام. سلام. شنیدم اسمت همایون مبتدی ها؟ مبتدی هستم. به جا نمیارم، بفرمایید. عجب، پس من نمیشناسم. خب سعادت آشنایی نداشتم. اسم بزرگ آقای دیوان سالار به گوشت خورده؟ بله به کرات خورده. من دامادشم. شوهر همون شیرین خانومی که میخوای باش بزنی تو تجارت و کسب و کار. به آقا، من خیلی خوشحالم که شما رو میبینم. اما ای کاش یه جای بهتری اسباب آشنایی فراهم میشد. اتفاقا از بعد حادثه جای حرفی که میخوام بهت بزنم درست همینجا جلوی در مستراست. واقعا؟ بفرمایید، من سر و پا گوشم. ببین جوون، یا با زبون خوش از سر راه زنمو میری کنار، دست از سرش برمی‌داری، یا کاری باید میکنم که بری بس تو همون مسترا بشینی به عاقبت کارت فکر کنی. ببینید آقا، یه سوء تفاهمی پیش اومده. ولابد من شباهتی دارم غریب به یک ناموس دزد بی همه چیز. وگرنه پیشنهاد شراکت بنده به دختر بزرگ آقا جز از روی احترام قلبی نبوده و نیست آقای داماد بزرگ آقا. ببین آقا بسر، یا فهمت میکشه که من چی میگم و خودتو میزنی به اون را، یا فهمت نم کشیده و نمیکشه. در هر دو صورت باید کلتو بکوبم به تاق. ببینید آقای، هیچی نگو، فقط گوش کن. چشمتو خوب باز کن، ببین کی جلوت وایساده. جای تو بودم با دم شیر بازی نمی‌کردم. آخر عاقبت نداره آقا. از خودت میگم. این تذکرتون رو یادم نمیره هیچ موقع. بفرمایید. خیاط شخصی، یعنی هم ندیمم هم خیاطم، همه کارامو انجام میدم. آره خیلی خوبه. قریما هم میتونه لباس بدوزه؟ حالا میتونم بهش بگم شب وقت فراغتش بتونه. اینم واسه من به به، سلام، شب خیر. حال شما چطوره؟ خوبید؟ اول شیرین بانو. شما خوبید؟ چطوری؟ حال شما چطوره؟ سفر فرنگ خوش گذشت؟ جای شما خالی. خب با اجازهتون ما بریم یه چرخ بین مهمونا بزنیم برمیگردیم. اینجا چی کار میکنی؟ من بعد نمیرم من نیستم با لچی تنهایی بیتی همچین مجالسی ها. امشب مگه سگخور اون زنی که نبودی؟ سگخور هر کی؟ دوست خواهی میکنم. بفرمایید. از شما درد نکنه، مرسی. خواهش میکنم، بفرمایید خانم. با اجازه. خوش ندارم تنهایی پاشی بیتی همچین جایی. چی شده یهو؟ حب غیرت خوردی؟ حب غیرت یا هر چی دوست ندارم اسم زنم بشه